اگر برگرتون جمع میشه این چند تا کار رو انجام بده، دیگه این اتفاق نمیفته. درصد چربی گوشتت 20% باشه. گوشتتو یه بار چرخ کن با کبریتی. گوشتتو تیکه کن، بذار فریزر، یه کمی یخمکی که شد بعد چرخش کن. تو مواد برگرت یه کم سس کچاپ یا خردل یا وسترشر بریز. نون برگرتو با کره یه مقدار توست کن، نونت حالت خمیری نگیره و سسو به خودش نکشه. از همه مهمتر ادویه برگره. ادویه زیادی توی برگر نریز، طعم گوشتشو از بین نبر، بذار طعم گوشت باقی بمونه. این هم ادویه برگر گلپر و این هم برگرهای آماده گلپر. تستش کن. حالا اگر دستور یه برگر فوق‌العاده خونگی رو میخوایی، کلمه برگر رو برام کامنت کن، دستورش میاد.